دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یک شنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه با دستگیری صاحبکاران وطنی. درود به شما استاد عزیز که وقتی خود رو دریغ نداشتید و در اولین برنامه خود، یعنی این برنامه اصلا برنامه شماست و اولین ما چون شما رو هم معرفی کنیم گفتیم و هم خوش آمدید کنیم و درود و سلام به تماشابینانی که ما را تماشا دارند. چون این برنامه تاریخی است نزد ما دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان، خوش آمدید. درود بر شما تماشابینان عزیز، درود بر شما دلاور. من بسیار شادم که بار دیگر در روبروی مردم، در روبروی دوستداران تاریخ قرار دارم و چون در صحبت‌های پیشین هم گفتیم تاریخ یک درس بسیار پر عبرت است و خودی همین تاریخ بشر مالامال از سبق‌های بسیار رنگین و عبرت آموز است و من امید می‌کنم که این درس‌ها و این عبرت‌های رنگین به سود بینندگان و به سود مردم باشد. استاد، تاریخ را ما از چی سر کنیم؟ از عصر سنگ یا از حضرت آدم و کیومرث؟ از کدام؟ در ارتباط با سوال شما که ما در گفتار نخستین از عصر سنگ بگوییم یا از آدم و حوا و از کیومرث و از این سوالتان بسیار سوال درست بود. گپ درباره آن می رود که در گذشته وقتی که مورخان تاجیک تاریخ می گفتن، از تاریخ می نوشتن، داستان تاریخ بهروان منوالی که در کتاب های دینی، در تورات، در قرآن و آمده است یا که در کتاب دیگر دینی تا اسلامی ما در اوستا آمده است، از نخستین انسان ها، از نخستین آدم ها که در اساطیر تا اسلامی ما کیومرث یا گاومرد اولین انسان بود و در آیین های ابراهیمی، در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام نخستین انسان آدم را می نامند و یعنی تاریخ از اینجا شروع می کردن. اما با پیشرفت علم، با رشد علم، وقتی که تاریخ زمین کار کردن و از تاریخ زمین خبرهای علم دسترس کرد و یکی از دوره‌های نخستین تاریخ امروز در تمام جهان عصر سنگ می‌نامند. خب شما می‌دونید که برای چی عصر سنگ می‌نامند؟ و خاطر آن این عصر سنگ می‌گویند که انسان‌های نخستین تقریبا حدود 40-50 هزار سال، یعنی اون چیزی که به دست آمد و انسان‌هایی که از این خیلی قبل‌تر زندگی می‌کردند، یعنی حدود 800 هزار سال تا 1 میلیون سال، اون چیزی که به دست آمد و علم اونا رو ثابت کرد، نخستین انسان ها ابزار و آلاتی که با آنها کار میکردن، توسط آن روزی به دست می آوردن، از سنگ ساخته میشد. به همین خاطر اون عصر سنگ میگویند. ولی ما هر دوی این سنت، هم سنتی دیرینی از نخستین انسان ها و هم درس امروزی تاریخ که از عصر سنگ شروع میکنند، هر دوش باید ذکر کنیم. چرا؟ چون ما از هر دوش بهره ور هستیم. سرزمین ما، سرزمین اجدادی ما، طوری که دانشمندان باستانشناس گفتن، یکی از سرزمین های است که نخستین انسان ها در اینجا زندگی کردند. یعنی در قطار سرزمینی، در قطار افریقا، در قطار اروپا، یعنی در گرمانیا و فرانسه پیدا شد اولین، یعنی همون انسان هایی که به عصر سنگ، به عصر مثال دوره نیاندرتال میگویند یا دوره های دیگه مینامند. و در قطار همین سرزمین های کهن، در قطار آسیا و افریقا و اروپا، سرزمین آسیا مرکزی یا که ما این خراسان بزرگ میگوییم، در این سرزمین ما هم انسان های نخستین زندگی کردند و ما از هر دوی این سنت تاریخ نویسی و تاریخ دانی ما باید استفاده بریم. چرا؟ چون در همین سرزمین امروزی تاجیکستان هم در حدود خاولین، در حدود امروزه شهر گلستان و در نزدیکی خوجند، در دنغره، در کولاب، در خودی وادی حصار
نخستین جایگاه، نخستین سکونتگاه انسان‌های اولیه کشف شد و علم جهانی، یعنی تنها مورخان تاجیک یا مورخان تاجیکستانی این گپ نمیگویند، دانشمندان دیگر کشورها هم اعتراف میکنند که سرزمین ما یکی از خاستگاه‌های انسان‌های نخستین بوده است. اما درباره اشاره شما درست کرده، درباره تاریخ اولین انسان‌ها یا اولین آدم‌هایی که ما در اساطیر دیرین و در اساطیر باستانی ما اون کیومرث میگویند و در اعتقاد دیگری ما، در اعتقاد ابراهیمی و مسلمانی ما، این نخستین انسان آدم میگویند. نخستین آدم یعنی اینم یک جزء تاریخ بشر است، جزء تاریخ ما است. اکنون ما تاریخ رو به هم دیگر، اعتقاد رو به هم دیگر جنگ نمیاندازیم، فقط همین رو میخوایم گفتن که در قطار سرزمین های دیگر، در قطار دیگر کشورها و دیگر مرزها که نخستین انسان ها ظهور کردند و حضور داشتند و تمدن آفریدند، در آسیای میانه امروزه، در حدود افغانستان امروزه و این قسمتی که ما و اجداد ما در اینجا زندگی کردند، انسان های نخستین پدید آمدند و تمدنی بزرگ آفریدند. به این خاطر وقتی که ما درباره نخستین صحیفه ها و نخستین روزهای تاریخی بشر گپ میزنیم، باید این هر دو رو با همدیگر جنگ ناندازیم، با همدیگر اینها رو در اختلاف و تضاد قرار ندهیم. یعنی تا وقتی که تاریخ نویسی و تاریخ خوانی بر اساس اساطیر، بر اساس روایت بود، گذشته های ما بر اساس روایت همون سرگذشت آدم و سرگذشت کیومرث و فرزندان آدم می آموختند. و وقتی که تاریخ امروزه، تاریخ به شکل نوین پیش آمد و عصر ترقیات انسان از روی همون روزگاری مادی او معین کردن، بعد تقسیم کردن به عصر سنگ، به عصر برنجی و به عصر آهن که هر سه این دوره هم در تاریخ ما سابقه دارد. این البته برای بینندگانی که بسیار به طور ریز و طور دقیق تاریخ نمیخونند یک کمی فهم و درک آن دشوار است، اما باید آگاهی، باید بصیرت داشته باشند، چون در کتاب هایی که در مکتب میانه میخوانند از عصر سنگ شروع میشود، ولی بعضی مردم میخوانند ولی درک نمیکنند که چی است و فکر میکنند این چیزهایی که شاید افسانه و بافته و پرداخته علم باشد، اما این چی نیست. یعنی این چیزی است که علم امروزی که بسیار دقیق سالها رو معین میکند، معین کرده است، روشن کرده است و فقط به تاجیکستان یا به خلق تاجیک محدود نمیشود. در تمام کشورهای دنیا، در روسیه هم، در اروپا هم، در امریکا هم، در استرالیا هم همین تاریخ انسان از روی عصر سنگ آموخته می شود و در سرزمین ما طوری گفتیم بازی همون مسکنگاه ها، نخستین مکان هایی که انسان ها زندگی کردند و آلاتی که آنها باید زندگی میکردند، شکار میکردند یا دیگه کارها رو میکردند، از سنگ بود و این خاطر این عصر سنگ نامیده می شود و این با اون اعتقادی ما، با اون صحیفه های گذشته تاریخی ما در تضاد و در ضدیت نیست. زیرا اگر شما تاریخ روایی ما هم خوانید، گفته می شود که وقتی که نخستین یکی از انسان های نخستین، یکی از تاجیک های نخستین، هوشنگ، چطور آتش اختراع کرد. میگن که او میخواست که یک مار به سوی او هجوم کرده بود، میخواست مار به سنگ بزند. وقتی میگن به سوی مار همون سنگ پرتاب کرد، این سنگ در سنگ دیگر برخورد کرد و از همون برخورد دو سنگ آتش پدید آمد. در تاریخ مادی هم، در تاریخ امروزی جهان هم اختراع آتش یکی از حادثه های بزرگ میدانند. چرا؟ چون وقتی که آتش اختراع شد و انسان با آتش آشنا شد، کار و روزگار و خوراک و تمام وسیله های روزگاری او آسانتر شد، چون آتش هم خانه او را گرم کرد، آتش هم خوراک او را پخت. یعنی این چیز هم در تاریخ اساطیری ما، مثلا در شاهنامه، در تاریخ تبری آمده است و هم در عصری، در این تاریخ نگاری مدرن که اختراع آتش و کشف آتش یک حادثه بسیار بزرگ میدانند. نگاه کنید استاد، ما جای‌های داریم که با نامگوی آریان، آریایی، دیگر دسته‌ها هست، مغازه‌ها هست و غیره هست. بیایید اطراف آریایی ها گپ زنیم، چون ما هم با فخر میگوییم که ما آریایی هستیم. پس کیستند؟ اگر همین تاریخ آریایی را اگر ما از نگاه علمی اگر بررسی کنیم،
یک نکته هست. همین عصر برنجی را، یعنی عصری که بعدی آهن بود، عصری که به زمان ما نزدیکتر است، البته این عصر در علم بعضی مورخ ها عصر آریایی ها هم میگویند، چون در همین عصر که حدود تقریبا از 1000 ساله 3 تا میلاد شروع می شود تا 1001 تا میلاد، یعنی تا کشف آهن، همین دوره بسیار مهمی تاریخی است. اما در ارتباط با سوال شما که شما گفتید که آیا واقعا جای افتخار دارد، آیا ما با همین میتوانیم افتخار کنیم، من یک نکته رو میخوام به شما بگویم. ببینید، تاریخ وقتی که اگر واقعیت باشد، تاریخ اگر راستگونه اگر بررسی شود، گفته شود، تاریخ بیشتر، من به این باورم که تاریخ بیشتر عبرت است. تاریخ جای افتخار ندارد، چون در تاریخ به همون اندازه که صحیفه افتخار آفرین است، صحیفه ننگین، صحیفه تاریک هم است که بسیار نشان میدهد که انسان ها چه روزگارهای سختی را پس سر کردند. اما این معنی آن ندارد که این به آریایی ها نسبت داشتن تاجیکان دروغ باشد یا که یک چیزی ساخته باشد. یکم این که علم امروزی جهان دوره آریایی، تاریخ آریایی را ثابت کرده است، هم باستانشناسان ثابت کردند و هم کتاب هایی که در زمان های گوناگون نوشته شدند و به همدیگر ارتباط ندارند. مثال در کتاب ریگویدا، یک کتابی بسیار قدیمی ای که مثال تاریخش به از زمان ما اگر حساب کنیم حدوداً شاید 3.5-4 هزار سال پیش نوشته شده است. کتاب ریگویدا که این مال مردمی هندو است در سرزمین هندوستان. در همین ریگویدا درباره آریایی ها سخن می رود. آریایی ها البته با چند برخورد، با چند نسبت، یعنی بعضی آنها را مردمی بومی هند، مردمی تهجوی هند میگویند، بعضی میگن نه اینها مردمی اومدن بودن که هند ضبط کردن. اما در هر صورت در این کتاب درباره آریایی هست. کتاب دیگری که تقریبا همزمان ریگویدا هست و کتابی خیلی قدیمی مردمی جهان است در اوستا که ما این همچون کتابی دینی میشناسیم، کتابی آیین زردشتی. در این کتاب هم درباره آریایی ها سخن می رود و برای چی این مسئله آریایی ها کمتر حساس شد؟ این سوالی که شما دادید درست می باشد، زیرا ما میبینیم که در همین عصر 20 همین نظریه آریایی و تاریخ مردمی آریایی با سیاست های مغرضانه، با سیاست هایی که از انسانیت و از تمدن و از انسان دوستی دور بودن آمیخته شدند و طوری شما میدونید در عصر 20 ادولف هیتلر همین از روی نظری آریایی یک حزب ساخت و این حزب به قدرت رسید بر اساس همین نظر و سیاست های پیاده کرد در دنیا که موجب جنگ دوم جهانی شد و همین نظری آریایی یک مدت در تاریخ بدنام شد. یعنی مردم از همین نظریه منفور شدند. چرا؟ به خاطر اینکه در عصر 19 و 20 وقتی که کشورهای بزرگ دنیا میانی هم رقابت کردند، تا اون زمان بعضی از کشورها، بعضی از مردمی که بر نژادهای گوناگون بودند در تقسیم دنیا نقش گذاشتند و در بین قوم‌ها، خصوصا دو قوم‌های سامی یا که نور سمیت میگویند که مردم یهود و عرب اینا هستند و قوم‌های آریایی ضدیت پیدا شد و هر کدام خاص ثابت کردند که ما برتریم، ما بالاتریم. از جمله شما میدونید که یهودی‌ها در اعتقاد خودشون که از این چیز شرم هم نمیدارن، در کتابشون میگویند، دانشمنداشون تا امروز این سخن تلقین میکنن، میگن که ما یهودی‌ها میگن که ما ملت برگزیده خداییم و ما برای آن آمدیم که انسانیت رها کنیم، یعنی انسان نجات کنیم، رهایی بخشیم. و در عصرهای گذشته همین نظریه سبب شد که چندین بارها خودی یهودی‌ها موردی کشتار، موردی ستم قرار گرفتن. مثلا از اروپا اینها رو راندن، از فلسطین اینها رو ریمی ها راندن و در جواب همین یک گروه مردمی دیگر که با اینها هم دعوای دنیاگیری داشتن، یعنی دعوا داشتن که بر دنیا حکومت کنن. از جمله اروپایی ها که در عصر 18 و 19 تقریبا اکثر کشورهای افریقا، کشورهای آسیا و کشورهای امریکا را تصرف کردند. در وقتی همین تصرف و ضبطکاری البته کارهای خلاف اخلاق و از خلاف انسان دوستی ظاهر شد، یعنی ملت ها را به زیر شکنجه گرفتن، ملت ها را
غلام کردند و برده کردند و همین نظریه رو خواستن به دنیا گفتن که ما آریایی هستیم، یعنی از جمله کشورهای اروپایی، انگلیس ها و نمیس ها و فرانسوی اینها، و اینها خواستن به خاطر اینکه ثابت کنند خودشون. همین نظریه در تاریخ مطرح شد و وقتی که جنگ یکم جهان به انجام رسید و گرمانیا این جنگ بایداد، جنگ باخت، در اساس همین نظریه خودی آدولف هیتلر گفت که نه، آریایی اصیل فقط ما آلمانی ها هستیم و همین نظریه رواج داد و این یکی از عامل های جنگ دوم جهانی شد. به این خاطر همین نظریه سبب شد که جنگ دوم جهان سر شود و بعد از جنگ دوم جهان که گرمانی شکست خورد، این نظریه شکست خورد، همین نظریه آریایی در نزد مردم، در نزد دانشمندان یک نظریه شوم شد، یک نظریه بسیار بدنام شد. اما این به هیچ وجه معنی آن ندارد که ما از این نظریه دست کشیم، یعنی این نظریه را نآموزیم. ما از نگاه تاریخی، ما از نگاهی هم علم باستان شناسی، هم علم سرچشمه شناسی، ما تاجیک ها و دیگر خلق هایی که در گوشه و کنار دنیا هستند، بعضی کشورهای اروپایی، مردم ایران، مردم هند، بعضی مردم اروپایی، روس ها، اینا مردم آریایی هستند و نزدیکی ما با آنها از روی علم زبان بارها ثابت شده است. آیا آریایی بودن ما میتوانیم که گوییم که ما با فخر، یعنی فخر کنیم با آریایی بودنمان؟ میتوانیم؟ زیرا بسیار آدمان همین رو ذکر میکنن، افتخار میکنن. از اینکه ما تاجیک ها، مردمان دیگری مثل فارس ها، خب پشتون ها، کرد ها، اسیتین ها، خب مردم روس و مردم اسلاویان، مردم آلمانی، مردم انگلیس، یعنی خمیرمایه و اصل اول این مردم همین آریایی هستند. در این جای شک نیست، این چیز از نگاهی تاریخی ثابت شده است و یکی از دلیل های معتمد در این باره علم زبان شناسی، لینگویستیک می باشد. شما اگر خواهید نزدیکی همین زبان های ما را با زبان انگلیسی یا با زبان روسی یا با زبان لاتینی اگر خواهید ثابت کردن، ما صدها کلمه داریم، کلمه های البته خیلی قدیم، کلمه هایی که از تاریخ اونها شاید 4 5 تا 6 هزار سال میگذرد. ما کلمه های فراوانی داریم که شهادت میدهد که اصل این زبان ها در ابتدای این مردم آریایی در اول با یک زبان گپ میزنند. شما تصور کنید ما تاجیکا برادر میگوییم، روس ها برات میگویند، انگلیسی ها و این آلمانی ها برادر و برادر رو میگویند، یا که ما گاو میگوییم چون یکی از نخستین حیوان هایی که این آریایی ها رام کردند گاو بود، ما گاو میگوییم. روس ها کراو میگویند، انگلیسی ها کاو میگویند. بابا تصور کنید روس ها باز گوشت گاو گاویادی نمیگویند. ببینید این چقدر نزدیکی زبانی ها که بعضی کلمه ها مثلا ما دو میگوییم، روس ها دو میگویند، در زبان انگلیسی تو هست. یعنی این و صدها کلمه های دیگر که اینها نشان میدهد که بین این قوم ها، بین این زبان ها در گذشته خیلی دور یک عمومیت بود، یعنی زبانی واحد داشتن اینها. خب اما در ارتباط با قسمت دومی سوال شما که گفتید که به جای افتخار و یعنی فخر کردن، ببینید اگر انسان به اعمال گذشتگان، به تجربه گذشتگان، به کارنامه گذشتگان افتخار کند و این کارنامه سببی آن شود که در اساس این کارنامه باز کارنامه های نو اینها انسان صادر کند، اگر میسازد که افتخار از افتخار حرف زد. لیکن وقتی که شما از نگاه نژادی خودتون به یک قوم نسبت میدید، میگید که ما چطوری که امروز ها در فضای مجازی بسیار ما زیاد میبینیم که ما آریایی هستیم، وقتی که با دلیلی با بهانه آریایی بودن شما ادعای برتری میکنید، این البته از نگاهی نه انسانیت درست است، نه از نگاهی وجدان کاری درست است. چون همین خلقهای بشر در گذشته و در تاریخ بشر سهم دارند. درست آریایی ها نخستین تمدن های دنیا را پدید آوردند، نخستین امپری جهانی را مردمی آریایی پدید آوردند. درست که از میان آریایی ها مردمانی بسیاری که واقعا کارنامه آفریدند، سازنده بودند، برخواستند. اما این باید سبب نشود که شما یک قوم دیگر، یک قوم غیر آریایی را تحقیر کنید، پس زنید و خودتون از بر آنها ترجیح دهید. این از نگاهی
همون سبق تاریخ هم کاری ناروا هست و همین سرگذشتی که آلمانی ها کردن در عصر 20 با اون تعلیمات آدولف هیتلر که گفتن ما آریایی هستیم و آریایی تازه فقط ما هستیم، دیگر آریایی نیستن یا آریایی آمیخته شدن. ببینید که انسانیت به چه بلاها و به چه مصیبت ها رو مبتلا کرد. و گذشته از این وقتی که همین تاریخ همچون یک فن برای خودشناسی نه، برای خودآگاهی نه، برای خویشتن شناسی نه، برای بصیرت نه، برای برتری جویی، برای برتر بینی خود، برای تحقیر دیگرها و زمینه برای نظام شود، این درس اصلا به درد انسانیت نمیخورد و این هیچ چیز نمیسازد غیر از سوختن. متاسفانه اگر کسی انسان هایی که بر همین تعلیمات نژادی تاریخ و از نگاه تاریخ فقط از نگاه نژادی بها دادن به تاریخ می نگرند، بیشتر به گمراه می روند، به بیراه می روند و انسان های دیگر هم به بیراه می برند. ما وقتی که میگوییم که آریایی، واقعیت تاریخی رو میخوایم ثابت کردن که ما جزو این، چون زبان ما به گروه زبان‌های هندو اروپایی، به عائله زبان‌های هندو اروپایی و به گروه زبان‌های ایرانی داخل است. ما میخوایم هویت خود ما را، نسبت داشتن خود ما رو به یک تمدن معین کنیم، مشخص کنیم و این چیز، این واقعیت هم دارد. و اصلا درباره تمدن آریایی اگر گوییم، هم علمی تر است، هم منصفانه تر است، با انصاف تر است، به خاطر اینکه واقعا هم آریایی ها در تمدن بشر بسیار نقش بزرگ گذاشتن و تمدن های بزرگ پدید آوردن. اما اگر ما بار دیگه میگویم، اگر ما همین نسبت داشتن خود ما رو به یک تمدن از نگاه نژادی اگر تشخیص کنیم، از نگاه نژادی اگر ارزیابی کنیم، این ما رو به بیراه میبرد. این ما رو اول به آریایی بودن که باز آریایی تازه تر است، با از این پایین تر میبینیم باز کی زبانی کی تازه تر است، با کی تاجیکی تازه تر است. یعنی به چیزهای برده میرساند که اینها برای انسان، برای رستگاری انسان، برای آگاهی انسان هیچ چیزی نمیدین، فقط تخم نفاق و تخم تفریقه و تخم تضاد و ضدیت و دیگر مصیبت ها رو بیشتر میکنند. من بر این باورم که ما وقتی که درباره قسمتی آریایی تاریخ ما گپ میزنیم، باید منسوبیت خود ما رو به همین تاریخ از نگاه زبان، از نگاه قیافه و از نگاه سهمی که در تمدن گذاشتیم باید ثابت کنیم و این هیچگاه ما را از همون اصل و هدف اصلی تاریخ که آگاهی، خودشناسی است باید بیرون نکند. و ما به امید آگاهی، به امید بصیرت بخشیدن به هموطنانمان، به همملتانمان این درس های تاریخی را به راه ماندیم و امیدواریم که مردم ما، خلق ما، کشور ما در راه سازندگی، در راه بالندگی و در راه خودآگاهی قرار گیرد. خودآگاه و وارسته بمانید. دی فیلم تقدیم میکند برنامه تاریخی تاجیکان هر روز یک شنبه در شبکه دی فیلم با دکتر علم‌های تاریخ سیف الله مولاجان. تاریخ را باید آموخت تا آینده را بسازیم. برنامه با دستگیری صاحبکاران وطنی.